روباهی گرسنه در جستجوی یگان چیزی خوردن باب این سو و آن سو میگشت. ناگاه دید که موی سفید در چنه ماهی بسیاری میبرد. روباه با راهی دیگری به پیش دوید و در سر راه مرد خود را مرده وانمود کرده خوابید. دست و پایهایش کشاله، دمش به طرف آویزان، مرده تپ تیار. موی سفید در سر راه روباه مرده را دید و شاد شد. پوستش برای کمپیرم پوستینی خوب می شود. موی سفید روباه را از دمش برداشت و به چنه پرتافت و به راه برآمد. روباه عیار خلطه ماهی موی سفید را سوراخ کرد و ماهی ها را یکتا یکتا بر روی برف می پرتافت. وقتی که همه ماهی ها را پرتافت، روباه آهسته جسته از چنه فر آمد و ماهی ها را جمع کرده به خانه‌اش گریخت. موی سفید به خانه‌اش آمد. ای کمپیر، به تو پوستی روباهی آوردم. موی سفید و کمپیر به چنه نگاه کرده دیدند که نه روباه هست و نه ماهی. موی سفید فهمید که روباهی عیار او را فریب داده است، اما چی علاج؟ روباه باشد در این وقت ماهی ها را به خانه‌اش آورد و کیف کرده ماهی میخورد. ناگاه او دید که گرگ گرسنه به سوی او می آید. از گرسنگی شکم گرگ تبلک می زد. سلام خواهرک روباه، چی می خوری؟ پرسید از او گرگ. سلام گرگ برادر، ماهی می خورم، جواب داد روباه. یک تا یکک با من ده، خواهش کرد گرگ. به خودم به زور می رسد. ها انا دریاچه، رو ماهی دارو خوردن گیر، گفت روباه. من می خواهم اما من ماهی داری را نمی تونم، گفت گرگ. آسان، رو دمت را به آب انداز و بگوی خرد و کلانی ماهیان به دمکم چسبتان. لیکن بسیار ترشین، چون که ماهی ها صبر را دوست می دارند. آنها خودشان به دمت می چسبند، تو آهسته کشیده می گیری. گرگ به نزد دریاچه یخ بسته آمد و یخ را سوراخ کرد و دمش را به آب انداخت و نشست. خود به خود تکرار می کرد. خرد و کلانی ماهیان به دمکم چسبتان، خرد و کلانی ماهیان به دمکم چسبتان. شبی دراز گرگکی بیچاره در لب دریا نشست. دمش یخ کرد. گرگ دمش را کشیدنی شد و دید که خیلی وزنی. آها، ماهی بسیار داشتم از افتش، خرسند شد گرگی نادان. همین وقت زنهای دیهه به لب دریاچه برای آب آمدند. زنها گرگ را دیدند و به داد و فریاد در آمدند. گرگ، گرگ، دارید او را، زنید او را، زنید، اها! زنها
به گرگ در افتادند و او را با چوب و با ستیل ها به کوفتن در آمدند. گرگ بیچاره در تلواسه جان گریختنی شده خیز زد و گریخت، اما دومش کنده شد و در دریاچه ماند. حالا ایست روباه مکار، ادبت را می دهم. غرغر می کرد گرگ. روباه باشد با نیت دزدی به کلبه یکی در آمد. خواست ببیند که در تغاره چیست. کلش را به تغاره در آورد و به خمیر جولید. در تغاره خمیر بود. همین وقت آوازی پای صاحب خانه شنیده شد و روباه با سر و روی خمیرآلود رو به گریز نهاد. دوید و ناگاه با گرگ روبرو شد. تو مرا فریب دادی ای یار، من خوب شلاق خوردم، گفت گرگ. تو را تنها دومت را کندند، اما کله منی بیچاره را کفاندند. مغز سرم برآمد. کله خمیرآلودش را نشان داده گفت روباه. به زور راه می روم، عذابم سخت. گرگ نادان خمیر سری روباه را دید و فکر کرد که در حقیقت این مغز سری بیچاره روباه است. بیچاره، باور کرد گرگ. بیا با پشتوارم سوار شو، زود برویم از اینجا. روباه خیز کرده به پشتواره گرگ سوار شد و آنها به راه در آمدند. گرگ با عذاب روباه را کشاله کرده می برد و روباه عیار به پشت خوابیده به حال گرگ نادان می خندید.